به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شاه منصور با عریضه مرد 36 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 16 دکبر سال 2023 تخمین ساعت 22:00 دقیقه به خانه استقامتی شخصان نامعلوم در آمده او را مورد لطکوب قرار دادند و یک عدد انگشترین نخرگی، یک عدد ساعت دستی، یک جفت پایافزال و 85 تومانی را به طریق زورآوری تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، دو مرد 42 ساله ساکنان پایتخت، یکیش پیش با ماده 248 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، با گمان غارتگری دستگیر کرده شد. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شهر نو با عریضه مرد 48 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 14 اکتبر سال 2023 تخمین ساعت 19:30 دقیقه هنگام در حدود دیهه فیض بخش قرار داشتنش شخصان نامعلوم او را لطکوب نموده به طریق زورآوری یک عدد تلفن موبیلی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چهاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغان 17، 16، 15 و 16 ساله ساکنان همین نویه با گمان غارتگری دستگیر کرده شدند. عاید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چهاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 17 ساله ساکن شهر خوجند با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده 11 دکبر سال 2023 ساعت 02:40 دقیقه با روی پنهانی به حجره کاری باغ فرهنگی و فراغتی نوروزگاه که به مرد 29 ساله ساکن شهر خوجند تعلق دارد وارد شده از داخل صندوق آهنین که در حالت گشوده قرار داشت 5000 سامانی را دزدیده است. نسبت به گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز شده است. تفتیشات ادامه دارد. این چنین هنگام گذراندن چهاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 30 ساله ساکن شهر خوجند که قبلا 2 مرتبه با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است، همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده 16 نوامبر سال 2023 تخمین ساعت 8:00 دقیقه هنگام در مهمانخانه بازار مرکزی پنجشنبه قرار داشتنش از بالای میز نشست یک عدد لباس بالاپوش مرد 33 ساله ساکن شهر پنجکент را که در داخل جیبش 40,000 روبل روسی داشته است دزدیده از جای حادثه غیب زده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.